تصور کنین یه آکواریوم پر از ماهی‌های زیبا و رنگارنگ دارین. حالا میخواین یه ماهی گوشتخوارم به این آکواریوم اضافه کنین. و البته میخواین این ماهی گوشتخوار رو طوری تربیت کنین که ماهی‌های دیگر رو نخوره. ولی مگه امکان داره؟ خب، یه ترفند ساده وجود داره. یه شیشه شفاف بذارین وسط آکواریوم، یه طرف ماهی‌های کوچیک و بی‌دفاع رو بذارین و یه طرف هم ماهی گوشتخوار رو. حالا می‌بینین که به محض اینکه ماهی گوشتخوار ماهی‌های دیگر رو می‌بینه، با تمام سرعت به سمت اونا حمله می‌کنه. اما خب به شیشه می‌خوره. ولی بارها و بارها این کار رو تکرار می‌کنه و هر بار شکست می‌خوره و هر بار گیج‌تر و خسته‌تر میشه. از اون طرف ماهی‌های کوچیک هم وحشت زده هی فرار می‌کنن، اما به تدریج می‌فهمن که نه، مثل اینکه خبری هم نیست. این جریان بارها و بارها تکرار میشه. ماهی گوشتخوار تمام تلاشش رو میکنه، اما نمیتونه ماهی دیگر رو بخوره. و چی میشه؟ بعد از مدتی تسلیم میشه. دیگه حتی تلاش هم نمیکنه. چرا؟ چون باور کرده که به هر دلیلی که هست نمیتونه اونا رو شکار کنه. و این یه نقطه عطفه. جایی که ماهی گوشتخوار دیگه دست از شکار بر میداره و به زندگی تو همین وضعیت رضایت میده. حالا بعد از چند هفته بیاین این شیشه رو بردارین. حالا دیگه هیچ مانعی وجود نداره. ماهی گوشتخوار میتونه به راحتی ماهی‌های دیگر رو بخوره. اما چیزی که میبینین باور نمیکنین. اون حتی یه بار دیگه هم تلاش نمیکنه. چرا که باور پیدا کرده که این کار نشدنیه و همه چیز آروم و بی هیچ تغییری ادامه پیدا میکنه. اما این فقط قصه ماهی گوشتخوار نیست. این قضیه دقیقاً تو زندگی ما هم رخ میده. از بچگی تو ذهن ما هزاران دیوار شیشه‌ای ساختن و باورایی مثل پول درآوردن خیلی سخته، موفقیت فقط برای آدمای خاصه، با حکومت دیکتاتوری نمیشه مبارزه کرد، یا تو نمیتونی این کار رو انجام بدی. این باورها کم کم ذهن شما رو محدود کردن، به طوری که شما دیگه حتی تلاش هم نمی‌کنین. و حالا که بزرگم شدین، این باورهای محدود کننده، این دیوارهای شیشه‌ای همینطور با شما هستن. فرصت‌ها مثل ماهی‌های کوچیک اطرافتون دارن شنا میکنن، اما شما حتی یه بار دیگه تلاش نمی‌کنین تا اونا رو به دست بیارین. دلیلش اینه که به یه واقعیت غیر واقعی ایمان پیدا کردیم، به دیوارهای شیشه‌ای که دیگه وجود ندارن. این داستان شبیه ماجرای همون بچه فیلیه که با یه طناب محکم به درخت بسته شده بود و واقعا نمیتونست فرار کنه. اما حالا که بزرگ و قوی شده و میتونه یه درخت رو از ریشه در بیاره و 10 برابر اون طناب رو پاره کنه، باز هم وقتی یه طناب نازک به پاش میبندن دیگه تلاش نمیکنه، چون باور کرده، قبول کرده که نمیتونه. و این باور مخرب تنها چیزیه که اون رو محدود کرده، نه طناب. حالا وقت اون رسیده که این دیوارهای شیشه‌ای رو بشکنیم، از قدم‌های کوچیک شروع کنیم، باور کنیم که دنیا پر از نعمت و فرصته، اما فقط برای کسایی که چشماشون رو باز کنن و اونها رو ببینن. بیاین با هم قدم به قدم این مسیر رو طی کنیم و خودمون رو از این محدودیت‌های ذهنی آزاد کنیم و به نسخه بهتری از خودمون تبدیل بشیم و با هم باورهامون رو دوباره بسازیم.